درود و سلام دوستای عزیز و همچنان روز زیبایتان بخیر. قسمی که در ویدیوی قبلی براتان وعده داده بودم که تمرین 7 روزه‌ای را همراهتان به اشتراک میگذارم که خیلی زیاد برای من کمک کرد تا اینکه بتونم اعتماد به نفس خود را افزایش بدم و یا اینکه مثلا بتونم حداقلش کمکی برای خودم کرده باشم. خب دوستای عزیز، این تمرین را قسمی که براتان ذکر کردم در 7 روز شما باید انجام بدین. البته که تمرین خیلی زیاد سخت نیست ولی بسیار زیاد موفق و همچنان کمک کننده هست که اگر شما دوستای عزیز بتونین این را انجام بدین انشاءالله که خیلی زیاد میتونه برای شما کمک بکنه. تمرین ما دوستای عزیز شامل 7 روز میشه که شما در این 7 روز هفته شما باید کارهای مختلف را انجام بدین تا اینکه همون ضمیر ناخودآگاهتان براتون این تصور یا این فهم را ایجاد بکنه که شما اعتماد به نفستان پایین نیست، شما دچار عدم اعتماد به نفس نیستین و یک شخص توانمند هستین که میتونین از این توانایی هایتان به وجه احسن استفاده بکنین. دوستای عزیز، روز اول هفته تان یا روز اول تمرینتان عبارت از روز خودشناسی هست. در روز خودشناسی دوستای عزیز شما چیکار میکنین؟ قلم کتابچه را میارین پیشتان و همچنان 5 تا از ویژگی های خوبتان را مینویسین. این 5 ویژگی میتونه خیلی ویژگی های کوچکی باشه که از نظر شما خیلی زیاد مهم نیست ولی بسیار زیاد چی هسته؟ کمک کننده هسته. به طور مثال من نوشتم یکی از ویژگی های خوبم این هسته که من برای دیگران دوست دارم کمک بکنم. یا خودت میتونی بنویسی که یکی از ویژگی های خوبت این هست که تو مهربان هستی. یکی از ویژگی های خوبت این هست که تو در طول روز خیلی زیاد چی میکنی؟ برای دوستایت کمک میکنی. اینا همش چی هست؟ ویژگی های خوب هسته که تو را کمک میکنه خودت بشناسی و همچنان توانایی های خودت چیکار بکنی بشناسی و بتونی رشد بدی. روز دوم دوستای عزیز روز کتابچه موفقیت هست. شما یک کتابچه براتون تهیه میکنین و در این کتابچه 2 ویژگی یا 3 ویژگی یا هر قدر کارهای خوب را که شما در جریان روز انجام دادین چی میکنین؟ نوشته میکنین. حالا این موفقیت ها را شما فکر نکنین که خیلی زیاد موفقیت های بزرگ باشه و دست نیافتنی باشه. به طور مثال چی دوستای عزیز؟ یک موفقیت خیلی کوچک، من تونستم در جریان روز شخص مهربانی باشم. این خودش چی هست؟ یک موفقیت هست. یا ای که مثلا من تونستم در جریان روز برای دوستم کمک بکنم، این هم چی هست؟ یک موفقیت هست. من در جریان روز تونستم آدم مهربانی باشم، این چی هست؟ یک موفقیت هست. اینا رو دانه دانه چیکار میکنی؟ نوشته میکنی و این خودش چی هست؟ تو را کمک میکنه که به سمت موفقیت بری و همچنان اعتماد به نفس بر تو ایجاد شود که تو اگر از کارهای کوچک میتونی بر بیایی، از پس کارهای کوچک بر بیایی، حتما توانایی ای را داری که میتونی کارهای بزرگ را هم چیکار بکنی؟ انجام بدی. روز سوم دوستای عزیز عبارت از روز تمرین با آینه هست. تمرین با آینه خیلی زیاد موفقیت آمیز و کمک کننده هست. شاید شما زیاد شنیده باشین که وقتی نمیتونی جلوی جمع صحبت بکنی، وقتی نمیتونی در صنف صحبت بکنی، استاد برات میگه که برو روبروی آینه استاد شو، گپ بزن، همراه خودت گپ بزن تا اینکه بتونی تو در جمع صحبت بکنی. بله دوستای عزیزی، خودش میتونه چی باشه؟ یک تمرین خیلی کمک کننده برای این باشه که اعتماد به نفس خودت را چیکار بکنی؟ افزایش بدی. خب دوستای عزیز، تمرین آینه چگونه میتونه چی بکنه؟ شما را کمک بکنه یا چگونه میتونه شروع شوه؟ میری جلوی آینه استاد میشی و امرای خودت چیکار میکنی دوستای عزیز؟ جملات مثبت و انگیزشی چیکار میکنی؟ تمرین میکنی. به طور مثال من میرم رو برای آینه استاد میشم، میگم که تو یک شخص توانمند هستی. برای خودم میگم. شما میتونین روبروی آینه استاد شوین و بگوین برای خودتان که تو یک شخص با استعداد هستی، تو لایق بهترین ها را داری، تو میتونی موفق شوی، تو میتونی از پس مشکلاتت بر بیایی. این چی هست دوستای عزیز؟ خودش یک تمرین هست. در جریانی که این جملات را شما تکرار میکنین شاید به نظرتان عادی برسه دوستای عزیز، ولی عادی نیست. وقتی توی جملات را تکرار میکنی در ضمیر ناخودآگاهت چی میشه؟ ثبت میشه و این به مرور زمان برای تو چی میشه؟ یک عادت میشه. وقتی تو برای خودت ارزش میمانی، پس چی هست؟ کائنات هم برای تو چی میکنه؟ ارزش میمانه.
وقتی که دوستای عزیز تمرین آینه را در روز سوم انجام دادین، میرین به روز چهارم که عبارت از چی هسته؟ خارج شدن از منطقه امنت هست. دوستای عزیز، شما دیدین اشخاصی را که همیشه در یک استپ باقی ماندن، همیشه در یک جای باقی ماندن، نه پیشرفتی کردن، نه تانستن خودشان را به جای برسانن. این به خاطر این هست که اونا یک منطقه امن برای خودشان ایجاد کردن. تا وقتی دوستای عزیز شما یک شخص ریسک پذیر نباشین، هیچ وقتی نمیتونین پیشرفت بکنین. کوشش کنین منطقه امنتان را بشکنانین. به طور مثال منطقه امن تو ای هست که تو وقتی میری درس میخوانی، دانشگاه هست، کورس هست یا هر جای دیگه هست، تو درس میخوانی، میری تو یک گوشه قرار آرام شیشتی، وقتی باید سوال خلق میشه چی میکنی؟ سوال نمیکنی، به خاطر از اینکه اعتماد به نفس کافی نداری. پس تو بیا از همین منطقه امن چی شو خارج شو و این را میتونی شروع بکنی در قسمت سوال کردن شروع بکنی، یا ای که مثلا منطقه امنت برای خودت ساختی که کاری را که فکر میکنی برای تو خطر داره با او اصلا مواجه نشدی، ولی ترس و توهم داری که بسیار زیاد برای تو میتونه خطرناک باشه. به طور مثال میخوای با یک دوست صحبت بکنی، اعتماد به نفس نداری، فکر میکنی که من نمیتونم این کار را انجام بدم. پس از منطقه امنت یا از دایره امنت خارج شو تا اینکه بتونی چیکار بکنی؟ پیشرفت بکنی. و همچنان دوستای عزیز، روز پنجم روز مهربانی با خود هست. دوستای عزیز، روز مهربانی با خود یکی از روزهای خیلی زیاد مهم و اساسی هست. روز مهربانی با خود دوستای عزیز چیکار میکنن؟ شما میایین چند روز دیگه را که خواستین تمرین انجام بدین را مرور میکنن. در این جریان ممکن هست شما اشتباه کرده باشین، ممکن هست کاری را درست انجام نداده باشین و یک چیز کاملا طبیعی هست. سخت نگیرین دوستای عزیز، من میتونم اشتباه بکنم، هر کسی میتونه اشتباه بکنه. به جای ای که خودت را سرزنش میکنی، امرای خودت مهربان باش، بگو که صحیح است، من اشتباه کردم ولی این اشتباه برای من یک درس آموخت. من افتادم ولی پس دوباره بلند شدم، توانمندتر بلند شدم، قویتر بلند شدم. پس همراه خودت مهربان باش و خودت را سرزنش نکو. هر اشتباه میتونه برای شما یک درس باشه، هر تجربه میتونه براتون چی باشه دوستای عزیز؟ یک پله از موفقیت باشه. روز ششم دوستای عزیز عبارت از روز تجسم موفقیت هست و همچنان روز خیلی زیاد مهم. شما دوستای عزیز برای مدت 5 دقیقه یک منطقه آرام، یک جای آرام را پیدا میکنین، یک اتاق آرام را پیدا میکنین، چشمایتان را میبندین دوستای عزیز و خودتان را در موقعیت تصور میکنین که اون موقعیت براتون خوشایند هست. فکر میکنین به همگی آرزوهایتان رسیدین، فکر میکنین شخص موفقی هستین. او حال و هوا را تو باید با جسم و جان، با دل و جان چی بکنی؟ تصور بکنی، چشمایت را ببستی و همچنان او حس را تو چی کار بکنی؟ تجربه بکنی. برای مدت 5 دقیقه توی این تمرین را انجام میدی. وقتی توی این تمرین را انجام میدی برای تو شاید ساده باشه، شاید بگی اصلا کمک کننده نیست، ولی دوست من اشتباه میکنی. این خیلی زیاد میتونه کمک کننده باشه. وقتی توی تمرین را انجام میدی پس چیکار میکنی دوستای عزیز؟ تمرین را انجام دادی، تو به ضمیر ناخودآگاهت تو برای خودت فهماندی که تو در همون استیجی از موفقیت رسیدی. وقتی تو برای ضمیر ناخودآگاهت میفهمانی که تو خودت به همون استیج موفقیت رساندی، پس چی هسته؟ تو خودت هم قبول میکنی که تو موفق شدی، تو انسان موفقی هستی و این خیلی زیاد چی هسته؟ کمک کننده هست. و همچنان دوستای عزیز میرسیم به روز آخر و روز هفتم. روز هفتم تو هیچ کار خاصی انجام ندی. روز هفتم روز تجلیل کردن هست. تو باید چی بکنی؟ خودت را تشویق بکنی که تو تانستی یه 6 روز را با موفقیت سپری بکنی و خودت را چی کار بکنی دوستای عزیز؟ از خودت پذیرایی بکنی. حالا این پذیرایی نمیتونه خیلی زیاد چی باشه؟ شاهانه باشه. به طور مثال تو دوست داری که خودت را با یک چاکلیت چی بکنی؟ مهمان بکنی، یا
خودت را از خودت قدردانی بکنی، خودت را با یک گیلاس چای چی بکنی، مهمان بکنی و از خودت قدردانی بکنی. این خودش چی هست؟ خیلی زیاد کمک کننده و موفقیت آمیز هست. دوستای عزیز، این 7 روز را انجام بدین و نتیجهش را کامنت بکنین. انشاءالله که روز بعدی درباره یک موضوع خیلی زیاد و مهم و اساسی همراهتان صحبتی می داشته باشم.